سلام رفقا، من مرگمم. امشب میخوام قصه دختری رو براتون بگم که یاد گرفت گاهی برای قوی شدن باید از همون دردی رد شی که روزی شکستت داده. اسمش نیلوفر بود، پرستار یه بیمارستان، با چشمایی که انگار سالهاست نخوابیدن. زندگیش خلاصه شده بود تو بوی الکل، صدای دستگاه‌ها و یه سکوت سنگین. هر روز ساعت 5:30 صبح بیدار میشد، بی هیچ شوقی. مادرش فوت کرده بود. پدرش هم سرد، دور و بی‌محبت بود. انگار هیچ احساسی به نیلوفر نداشت. یه روز نیلوفر بعد از کلی گریه به پدرش گفت بابا دیگه دوستم نداری؟ پدرش با خشم نگاهش کرد. گفت تو باعث شدی مادرت بره، چون دیر زنگ زدی آمبولانس. خیر سرت فکر کردی چون پرستاری خودت میتونی نجاتش بدی، اما تو ارزه این کارو نداشتی و جون اون زن که این همه برات زحمت کشیده بود رو گرفتی. الان انتظار داری ازت تقدیر و تشکر کنم؟ اون جمله مثل پت خورد توی روحش. پدرش نذاش حتی جواب بده. نیلوفر تنها نشست وسط خونه گریه کرد. یه احساس گناه روی شونه‌هاش سنگینی میکرد. با خودش میگفت نکنه واقعا تقصیر منه که مادرم دیگه نیست. نکنه کمکاری کردم. یعنی مامان هنوزم میتونه زنده باشه. تمام بدنش میلرزید. لباش کبود شده بود و زانوهاشو جمع کرده بود تو بغلش. حس میکرد قلبش داره میسته، اما یهو بوی مادرش رو حس کرد. فکر کرد که اونجاست و ازش میخواد که آروم بشه. نفسهای عمیق کشید. به هر سختی بود بلند شد. یه آبی به دست و صورتش زد. تو آینه به خودش گفت تو هر کاری که از دستت برمیومد انجام دادی. یه روزی بابا اینو متوجه میشه. تو مرگ مادرم نقشی نداشتم. از اون روز نیلوفر با خودش عهد کرد که دیگه از هیچ کس چیزی نخواد، حتی محبت. یه شب زمستونی وقتی که نیلوفر شیفت بود، یه مرد آوردن با صورت زخمی اما چشمای آشنا. نیلوفر پرونده رو که دید خون توی رگاش یخ زد. رضا بود، همون مردی که 5 سال پیش با یه پیام حذفش کرده بود. خسته شدم، همین. اون شب سکوت کرد، ماسک زد، خودش رو لو نداد، اما درونش قوقا بود. میخواست فریاد بزنه. میدونی اون شب چند بار مردم؟ ولی فقط گفت فشار خون تو باید چک کنم. اون شب برای اولین بار بعد از سالها بغضش سنگین‌تر از شیفت کاریش بود. اما به خودش گفت من الان یه پرستارم، وقت انتقام نیست. روزها گذشت، رضا حالش بهتر شد، اما هر بار با صدای نیلوفر یه لحظه مکث میکرد. یه شب گفت ببخشین خانم پرستار، صدات آشناست، با همدیگه رو میشناسین؟ نیلوفر گفت شاید از بیماری قبلی بودی، واسه همینم فکر میکنی منو میشناسی. اما توی دلش فریاد میزد چطور یادت نمیاد؟ اون شب دفترچش رو باز کرد و نوشت آدم بعضی زخما رو نمیبخشه، فقط یاد میگیره که باهاشون بخنده. ولی خنده اون شبش پر از درد بود. یه شب رضا گفت میدونی بدترین درد چیه؟ اینکه یه آدم از خودت برنجونی و نتونی جبران کنی. نیلوفر فقط گفت بدترش اینه که اون آدم هنوز یادت میکنه ولی نمیخواد که بشناستت. رضا ساکت شد، نگاهش کرد و فهمید اشک توی چشماش حلقه زده. نیلوفر گفت تو رفتی و من یاد گرفتم بعضیا میان تا درس بدن، نه اینکه بمونن. رضا گفت ولی من پشیمونم. نیلوفر جواب داد پشیمونی همیشه دیر میرسه، مثل آمبولانسی که واسه مادرم دیر رسید. رضا فقط سرش رو پایین انداخت چون فرصتی برای جبران نذاشته بود. از اون شب به بعد نیلوفر دلش لرزید، نه از عشق، از تکرار رنج. با خودش گفت ببخشم یعنی باختم یا یعنی دیگه دردش سم نیست. یه شب بچه‌ای با سوختگی شدید آوردن. رضا که هنوز با عصا راه میرفت با همون حال دوید سمت پمپ اکسیژن تا نجاتش بده. وقتی که نیلوفر این ماجرا رو دید یه لحظه وایساد. برای اولین بار بعد از سالها قلبش لرزید، ولی نه از عشق، از احترام. شاید اون آدم دیگه اون مرد سابق نبود. چند روز بعد رضا رفت. فقط گفت تو باعث شدی من آدم شم، نه به خاطر محبتت، به خاطر قدرتت. نیلوفر گفت من کسی رو عوض نکردم، فقط خودم رو نجات دادم. وقتی رفت اتاق خالی شد، ولی سنگینی دل نیلوفر نه. چند ساعت بعد گوشی نیلوفر زنگ خورد. بهش خبر دادن که پدرت سکته کرده. زندگی دوباره همون زخم رو گذاشت جلوش تا ببینه واقعا یاد گرفته یا نه. وقتی رسید خونه پدرش بوی دارو همه جا بود. پدرش گفت فکر نمی‌کردم برگردی. نیلوفر گفت برنگشتم برای تو، برگشتم برای آرامش خودم. اون شب کنار تختش نشست. سکوت، فقط صدای دستگاه.
هر تپش قلب پدر براش یادآوری بود از همه شب‌های درد، ولی این بار اشکش از نفرت نبود، از دلسوزی بود. تو همون خونه دفترچه قدیمی مادرش رو پیدا کرد. یه جمله روش نوشته شده بود: آخرین اتاق سمت چپ، جایی که باید ببخشی تا زنده بمونی. اون جمله مثل نور اومد تو دلش. رفت سمت اون اتاق، همون اتاق بچگی، همون جایی که همیشه گریه می‌کرد. نشست روی تخت و گفت: سالهاست این اتاق زندونه، ولی امشب درشو باز میکنم. دفترچه‌شو بست و نوشت: بخشش یعنی آزاد شدن، نه تایید درد. اون شب گریه کرد، اما این بار اشکاش طعم رهایی داشت. سحر که شد حس کرد یه نفر دیگه شده. چند سال بعد یه مرکز مشاوره برای پرستارای خسته زد. اسمش هم گذاشت آخرین اتاق سمت چپ. یه جا برای آدمایی که نمیخوان فقط زنده بمونن، میخوان زندگی کنن. یه روز یه دختر اومد و گفت: میگن شما از درد امید ساختین، چطوری؟ لبخند زد و گفت: با نخوردن حرفم، با گریه نکردن از ضعف، با بخشیدن برای خودم. و اون روز فهمید قصه اون اتاق تموم نشده، تازه داره شروع میشه. رفقا، گاهی اوقات بخشیدن سخت‌ترین کار دنیا میشه، اما تا وقتی که نبخشی در اسارت اون آدم میمونی. گاهی شاید حتی اون آدم سزاوار بخشش هم نباشه، اما برای آرامش وجود خودت باید ببخشی تا رهاشی. یه لحظه جایی نرین، بریم با همدیگه موزیک ویدیو این قصه رو ببینیم و برگردیم. چشمم خسته از شب‌های بی پایان، از این بیمارستان پر از بوی درد و سکوت. صدایی همیشه توی سرم میپیچه، تو باعث رفتن مادرت شدی. اما با هر زخم، با هر نفس یاد گرفتم پا بشم. اگه چه دل پر از درده، هر نگاه، هر خاطره مثل سایه دنبالم میاد، اما دیگه نمیذارم دنیامو تاریک کنه. میخوام دوباره بخندم با قلبی آزاد، میخوام از این رنج بگذرم تا نور فردا. هر اشک من راهیه به سوی رهایی با بخشش خودم. دوباره زنده میشم. گاهی انگار صدای مادرم میاد: دخترم آروم باش، ادامه بده. و من میان همین درد قدرتی پیدا میکنم که هیچ وقت نداشتم. حتی وقتی دنیام ریخت، بازم راه خودم رو پیدا کردم. ببین هنوزم وایستادم، از دل سکوت رسیدم به نور. نمیذارم این دردا زندونی دلم شد. منم همون نیلوفر که دوباره داره برمیگرده به خودش. میخوام بپرم از تنهامونی تا خود آزادی، با اشکی که میریزه اما میسازه دوباره منو. هر زخم یه درس بود و هر بغض یه راه. حالا آروم میگم
بخشش یعنی آزادی، نه تکرار درد. مرسی که تا پایان این کلیپ هم همراه ما بودین رفقای عزیزم. اگه که لذت بردین لایک و کامنت یادتون نره. اگه هم تازه با همون آشنا شدی خوش اومدی. صبر کن که قصه بعدی رو از دست ندی. اگه دلت میخواد قصه بعدی واسه تو باشه داستانت تلگرام برام تعریف کن تا با هم دیگه بسازیمش. بهتون پیشنهاد میکنم این 2 تا قصه رو هم ببینین و ازش لذت ببرین. من مریمم و اینجا قصه من و توه.